سلام بینندگان عزیزی یوتیوب کانال ما، باز هم درود میگوییم. امیدواریم که خوب هستید و اینک قصه نوبتی را تقدیمتون میکنیم. بگذار به برخی نفران عبرت شود. خب نام قهرمان قصه‌مون را عوض کرده ایم. شرطاً نام میگذاریم صبریه نام دارم. سال تولدم 1993. با امر تقدیر با جوره برادرم خانه‌دار شدم. شوهرم 2 کوچه از ما بالا زندگی میکرد و قریب هر روز به خانه‌مون آمده تا نماز شام با برادرم چقچق کرده می نشست. بچه خوب می نمود. برای همین پدر و مادرم نیو نیستا نکرده خواستگاری والدان او را قبول کردند. تمامی کار و بار خانه شوهرم را کرده مهمانهای زیادی را که قریب هر روز از در خانه خسورم می در آمدند همیشه با لبانی خنده پیشواز گرفته با آب و عزت گسل می کردم. خسور و خوشدامنم مرا برابر جانشان دوست می داشتند. من هم احترامشان می کردم چون پدر و مادرم حرمتشان می کردم. ولی شوهرم از روز اول زندگی علاوه چشم مرا گرفتنی شده با بهانه ناچیز لط و کوبه میکرد. بالای مشت‌زوریش شوهرم کمی آیین‌باز بود. شبها از والدانش پنهانی از تریزه برآمده به نزد معشوقه هایش میرفت. شرم نداشته آشکارا به من میگفت که امشب به نزد فلانی میروم و تاکید میکرد که اگر در این باره به پدر و مادرش دهان گشایم سرم را از تنم جدا میکند. از ترس لب زیر دندان گرفته شب تا سحر تنی تنها با گریه و ناله میخوابیدم. به کسی نمیگفتم. بار پدر و مادرم مرا خبرگیری آمدند. همان روز شوهرم مرا با تسمه چنان بیرحمانه زده بود که در بدنم یگان جای آباد نماند. برای آنکه والدانم شطه خوردنم را نفهمند یک قوطی پودر مالیدم تا سیاهی و کبودی رویم ننماید. مادرم چیزی را پی بردنی بر این خیلی کنجکاوانه از من پرسید. من با شمشیر بوی نداده تعریف کردم که شوهرم بسیار مهربان انسان خوب است. شوهرم به جای رحمت گفتن که سیر او را پنهان داشتم بعد رفتن پدر و مادرم مرا دوباره چنان لگدکوب نمود که از هوش رفتم. یک روز پس چشمانم را گشاده خود را در بیمارخانه در حجره احیاگری دیدم. مادرم در بالای سرم نشسته گریه میکرد. طفلک بطنم از مشت و لگد پدرش مرده. خودم در یک حالت تباه قرار داشتم. طبیبان با جانبازی های بسیار مرا از پنجه مرگ نجات دادند. شوهرم از ترس به کسی چیزی نگفته به روسیه پرواز کرده است. وی از همان جا هم مرا آرام نگذاشته هر شب عکس های با زنهای بیگانه گرفته‌اش را به من می فرستاد و مرا دشنام و حقارت داده می گفت ببین زندگی در اینجا بوده است. از عصبانیت بسیار یک چشمم بیمار شده الکی به یک پیر فرتود مانند شده ایستادم. باور کنید دیگر صبر و طاقتم نمانده است. اگر همین طور دوام کردن گیرد یگان روز خودم را به یگان بلا گرفتار میکنم. دیگر چیکار کردنم و راز دلم را به کسی گفتنم را نمیدانم. هرچند صبر میکنم اما کاسه صبرم لبریز شده است. این بود قصه قهرمان ما. عزیزان خود درک کنید چرا به زنها بیشتر ظلم و ستم را روا میبینند. زندگی مجرای پرپیچ و تاب است. باید به همه پست و بلندی زندگی تاب آورده با دستگیری و احترام و دوستداری همدیگر زندگی را پیش برند. اما برخی نفران چیکار میکنند؟ برعکس. میدانید بهترین هدیه برای همسر محبت است. عشق پاک و بی‌آلایش است. باقی قضاوت از شماست.